این اشتباه معامله‌گرها باعث میشه که خیلی‌ها کل سرمایه‌شون رو از دست بدن. چه اشتباهی؟ تا انتهای این ویدیو همراه باشید. بازار همیشه بر اساس احتمالات کار میکنه، نه قطعیت. هیچ معامله ای 100% برد نیست. معامله‌گر موفق کسی هستش که باخت رو بخشی از مسیر میدونه. پس چرا اکثر معامله‌گرها اشتباه میکنن؟ چون نمیخوان بپذیرن که قیمت‌ها دائما در حال تغییر هستش. بازار هیچ وقت ثابت نمیمونه، چون قیمت‌ها بالا میرن، پایین میان و در حال حرکت هستند. و این تغییرات ناشی از رفتار معامله‌گرها، اخبار و عرضه و تقاضا هستش. مثلا فرض کنید قیمت یه سهمی امروز 100 تومنه. فردا احتمال این که بشه 105 تومن یا بشه 95 تومن خیلی زیاده. چرا؟ چون قیمت‌ها در حال تغییر هستن و این تغییر قیمت‌ها خیلی سریع و ناگهانی اتفاق میفته. به همین دلیل ما باید یاد بگیریم که قیمت‌ها مثل یک رودخانه خروشان میمونن که مدام در حال تغییر هستند و بالا و پایین میرن. و اگر بخوایم قیمت‌ها رو پیش بینی بکنیم که بتونیم اونها رو ثابت نگه داریم، سخت در اشتباه هستیم. به جاش باید یاد بگیریم که با تغییرات سازگار باشیم و برنامه معاملاتیمون رو طوری تنظیم کنیم که با این نوسانات همسو باشن. مثلا وقتی قیمت‌ها بالا میرن، احتمال این که وقت خرید باشه خیلی زیاده. یا زمانی که قیمت‌ها دارن پایین میان، احتمال این که وقت فروش و اصلاح باشه بازم خیلی زیاد هسته. خلاصه این که قیمت‌ها در حال تغییر هستن و این تغییر جزو ذات بازاره. این فقط شروع فهم احتمالاته. پس اگر میخواین ذهنیتتون و باورهاتون با بازار هماهنگ بشه، تا آخر فصل این کتاب همراه من باشید. حتما فالو بکنین، کامنت بذارین و این ویدیو هم سیو کنین که بتونین بعدا مرورش کنید.